الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الله سبحانه وتعالى احساناتش و انعامش بر بندگان بسیار فراوانه و بسیار زیاد هست. این دو تا نعمت عظیم و نعمت بزرگان که بعد از نعمت هستی و وجود انسان اللہ تعالی به انسان عنایت کرده. خود وجود انسان یکی از نعمتهای بزرگ و عظیم اللہ تعالی است. ما نبودیم، پدران و آبا و اجداد ما نبودند، حضرت آدم و حوا نبودند، انسان نبود. اللہ انسان آفرید با قدرتش و ارادهش، اراده کرد و انسان آفرید. ولی قبل از این که انسان بیافریند تمام زمینه های نعمت را اللہ تعالی برای انسان فراهم کرده بود. همین که نعمت های مادی را که برای زندگی دنیا لازمان، اللہ تعالی این نعمت را گسترده و کافی تا قیامت برای بشر و انسان در نظر گرفته است. و همین زمینی که ما برای زندگی میکنیم پر از نعمت، پر از معادن، پر از ذخایر، پر از استعداد و شایستگی و توانایی بهره برداری، کشاورزی، زراعت، باغداری، دامداری، ساختمان، فاساژ و مغازه و کسب و تجارت و شهرسازی. تمام این زمینه ها برای زندگی بشر، برای بقای بشر، ادامه زندگی و زندگی تا قیامت، تا زمانی که اللہ تعالی این دنیا را برقرار داره. لحظه این خورشید هست، ماه هست، ستارگان هستند، برف و باران هست، دریا، جنگلات، معادن، امکانات، همه فراهمی برای بشر.
حالا دنیا میترسه که نفت مثلا یک وقت تمام بشه چه میشود. دیگه چیز الله فراهم کرده که هنوز بشر نمیداند و بشر آینده با اندست پیدا میکنه. حالا ببینید که از خورشید برق میگیره و بالاخره برق استفاده میکنن در بالاخره خیلی چیزها. هم لامپ روشن میکنه، هم ماشین میتونه که از او سوختش را از برق بگیره، با برق استفاده میکنند و راه میرود. و چه چیزهایی هنوز نهفته است، بشر به آن دست حاصل نکرده است که آینده الله تعالی در ذهن بشر القا میکنه که شما فلان کار بکنید فلان میشود. این همه نعمتان، نعمت مادی فراهم رزق و روزی و معیشت انسان، اقتصاد انسان، و هم الله تعالی نعمتهای معنوی را به انسان عنایت کرده. بعد از وجود انسان الله نعمت را به او داده، هم نعمتهای مادی را تکمیل کرده و هم نعمتهای معنوی را کامل قرار داده است. و نعمتهای معنوی هم با بعثت انبیاء، راهنمایی پیامبران از جانب الله تعالی و هدایت الله و کتاب‌های آسمانی، آخری کتاب مقدس پروردگار قرآن عظیم الشان، این همه نعمت‌های عظیم و سرمایه بزرگ و هدایت در امر آخرت، هدایت در امر دین. و این نعمت هم چنان پیامبران سیرت گذاشتند و آخری سیرت نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم که مکمل و تکمیل تمام سیرت های انبیاء علیهم السلام است و قرآن که مکمل همه کتاب های آسمانیه و مصدق اونها است، اونها را تایید و تصدیق می کند و مکمل هدایت هست که این کتاب بزرگترین کتاب هدایته. و این شریعت اسلام و دین که کامل ترین شریعت است. الله اینها را قرار داده است و از جانب الله تعالی هیچ کمی نیست، هیچ کاستی نیست. نعمت مادی فراوانه، نعمتهای معنوی فراوانه. زمینه همه را الله فراهم کرده. تلاش میخواهد، زحمت میخواهد، مدیریت میخواهد، برنامه ریزی میخواهد، تدبیر میخواهد، ولی نعمت هست، زمینهش موجوده. در بالا این نعمت را الله مدیریت میکند و رب العالمین کل یوم هو فی شأن، هر روز او در تدبیر و در بندوبست و در برنامه ریزی است برای بندگانش، برای اداره جهان، برای اداره دنیا. مالک الملک تدبیر میکنه و در پایین این تدبیرها را به دولت ها سپرده است، حکومت ها واگذار کرده. این حکومت هم که این نعمت های خدادادی را، این امکانات را که الله داده، سرمایه زندگی اند، سرمایه مادی و دنیوی اند
حکومت ها برنامه‌ریزی کنند برای ملت هایشون و برای اونا ایجاد فکر اشتغال آنها باشند، ایجاد اشتغال کنند، برنامه ریزی کنند، مدیریت کنند مشغول بودن اونها را که مشغول بشن، بیکار نشن، درآمد کافی داشته باشند که بس کنه. تجارت از وظایف مهم حکومتانه که تجارت را مدیریت کنند، که تجارت سودمند باشه برای ملک، برای مردم، و این جزء وظایف حیاتی حکومت‌های دنیا است. و تجارت نافع باشه، سودمند باشه و کشاورزی و تولیدات دامی و تولیدات زراعی و تولیدات صنعتی، صنعت ملک را به سوی کارگاه ها سوق بدن، به سوی تولید و صنعت سوق بدن، به سوی تجارت سالم و سودمند، به سوی شغل و کار و تلاش و زحمت و به سوی علم و دانش که پایه پیشرفت، پایه ترقی، پایه توسعه است. دانشگاه و مدارس و آموزش و پرورش و تربیت فرزندان ملت، آمادگیشون برای کسب و کار، برای تلاش و وظیفه حکومت ها البته هم در رابطه با معنویت است، ولی به هر حال امروزه این وظیفه توی دنیا تقسیم شده. بالاخره علما وظیفهشون اینه که برنامه ریزی کنن برای هدایت ملت، برای دیانت ملت، برای نجات ملت، برای راهنمایی ملت. قرآن بخونن، تلاوت کنن، برای مردم قرآن تشریح کنند، راههای رضامندی الله و بندگی الله را برای ملت تشریح کنند. و لحاظا این وظیفه مهمان. اگر کوتاهی در جامعه از لحاظ دیانت می آید، معلوم می شود که داعیان و رهبران دینی و کار نکردن، وظیفهشون انجام ندادن، گناه برگردن ما میفته. ما یعنی ما همه علما میفته و ما بنده یک فرد عادی هستم و یک طالب کوچکم، ولی وظیفه من هم بندم سنگینه در همه سلکم که ما مردم را باید از آسایشمان بگذاریم، از راحتمان بگذاریم تا مردم الله تعالی را بندگی کنند، راه خدا را وارد باشند، خدا را بدانند. و اگر گرسنگی است و مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی هست، بالاخره این وظیفه سنگین به حکومت هاست. این وظیفه سنگین دولت هاست که نمایندگی خدا را روی زمین انجام میدهند. و برای همین خاطر شما یک چیز عجیبه که در تاریخ آمده و روایات که سیدنا
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی که خلیفت المسلمین شدن و سر منبر رفتن برای خطبه جمعه، پیوندهای لباس حضرت عمر حساب کردن 13 تا پیوند در لباسش بود و از این پیوندها پیوند چرمی هم بود که یعنی پارچه نبوده که پیوند بزنن. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم وقتی خانه آن حضرت داخل شدن که جنازه آن حضرت را از اونجا بردارن، وقت خانه چشم انداختن که چیه؟ تعداد پوست ها، پوست حیوانات خشک سر به سر بود، چند دانه پوست بود دیگه توی خانه نگاه انداخته، هیچی وجود نداشت. این اتاقی که در آن حضرت زندگی می کرد و این خانه زندگی آن حضرت بود. ولی مواظب بودن که یتیمی از گرسنگی عذاب نکشه، یک بیوزن هم عذاب نکشه و میگشتن و تلاش میکردن که جای کسی گرسنه نباشه. خلفای راشدین همینطور، حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم وقتی از دنیا رفت هیچ سرمایه پشت سر نگذاشت، دستخالی از دنیا رفت. دنیای دیگران آباد کردن، دنیای دیگران ساختن، خودشان از دنیا بهره نبردن و نخواستند که ببرند، خواسته که مردم ببرند، مردم سیر بشه و زندگیشون درست بشه. امکاناتی که اللہ تعالی در کشور ما گذاشته، کشور ایران، امکانات بسیار وسیع و فراوانه و این که بخش بزرگ از دنیا نیازمند و محتاج به نفت ایران و گاز مایع هست که سرمایه عظیم، معدنیاتن، زمین های حاصل خیز ایرانن، زمین های زراعیان، آبان که اللہ گذاشته است. اگر این آبا را صحیح استفاده بکنیم و درست مدیریت بشود، منابع طبیعی است و محیط زیستی که اینجا اللہ قرار داده از بهترین محیط زیست دنیا است. همه این سرمایه ملی هم. تمام امکانات تجارت اینجا که بهترین موقعیت داره و صنعتی که بهترین موقعیتش است در ایران. 80 میلیون جمعیت ایرانه و از لحاظ جغرافیایی در بهترین نقطه دنیا واقع شده است، در بهترین جغرافیایی دنیا واقع شده و بسیاری دنیا نیاز دارند که با ایران ارتباط برقرار بکنند، از ابرهای ایران استفاده بکنند، از خشکی ایران، از هوای ایران. بهترین موقعیت در جهان داره، بهترین مردم داره. مردم او، ما نمیگیم شما مردم دنیا بهترن که به دنیا بر بخورد به دیگران، ولی از انسانهای با فرهنگ و خوب دنیا هستن. این ادعا را میتوانم بکنم که از دنیا، از مردمهای خوب دنیا ایرانن و انسانهای صبور، انسانهای فهیم و اندیشمند که دنیا از وجود اینها جای دیگه استفاده می کند، از اندیشه های اینها، از تخصص های اینها، از ابتکارات، اختراعات. ولهذا
مهم آنه که مدیریت هر کشوری باید به نحو صورت بگیره که اول مردم خود او کشور بهره‌مند باشد. بله، این صدقه و خیرات اگر کسی میکنه، هر سرمایه داره اگر خیرات میخواهد بکند، خیرات او زمان قبول میشود که بچه های خودش گرسنه نباشد. بله، لا صدقه الا عن ظهر غنا، فرموده که خیرات نیست، نفی کرده خیراتا که نفع از نهی هم بدتر هست. میگه که آقا صدقه اصلا نمیشه، صدقه درست نیست، جایز نیست. شما ثروت دارید، شما سرمایه دارید و سرپرست خانواده هستید، صدقه شما اصلا روا نیست وقتی که بچه خود شما گرسنه باشد. وقتی بچه گرسنه باید بچه ها را سیر کنید، بعد صدقه، بعد خیرات. اولین استحقاق این سرمایه های ایران ملت خود ایرانه. مردم ایران اگر گرسنه باشند این صدقه نزد الله قابل قبول نیست. شما مردم ایران سیر کنید، بله اضافه داری بدید. جای دیگر یکی از روسای جمهور رفته بود، یک تعداد زیاد بیمارستان در یک جای در یکی از کشورها گفتاد میسازم و بابا اینجا مردم ایران دوا ندارن، مردم ایران مشکلات دارن، تو در فلان کشور میری هیچ کاری که شما میکنید. یکی از بلاد شرق رفته بود و خیلی چیزا اونجا وعده داده بود که ما فلان میکنیم، ما فلان میکنیم. و تو هر کاری داری، کرامتی داری، توانایی داری، کشوری ملت ایرانه، ما هر چه داریم از خدا داریم، از همه ملت داریم. دولت هر چه داره، حاکمیت هر چه داره، از همه ملت داره. همه ما فرزندان همه ملتی، از آسمان که نیامدیم، همه ملت و مردم ها. اول ملته، اول مردمه. و این تعلیم دینه، تعلیم اسلامه. و که اول او کسانی که در عائله شما هستند و همه ملت به منزل عائله، به منزل یک خانواده، به منزل فرزندان برای حاکمیت. و اگر فرزندان گرسنه باشند مگر میتوانم بنده صدقه بدم، خیرات بدم به دیگران و فرزندان من خوب گرسنه؟ اول فرزندان بده، نیاز اونا برطرف باشه، اضافه بده، به هر جا بده ثوابه. اول مردم ایرانن. زمان ما میتوانیم که با دیگران هم در بیفتیم که مشکلات مردم خودمون حل بکنیم. یا هر کاری بشه باید اول همراهی مردمه، دل مردم باید به دست بیاوریم. این خیلی مهمه. و لحظه علیه کشور متاسفانه مردم، شما این روزا میبینید که اعتراضات فضای اعتراضی کشور ما را گرفته و اعتراضات هست و اعتراضات همه میدانند که از بالاخره تورم و گرانی که بیداد میکنه و زندگی ایرانیان را به بنبست مواجه کرده است. و احساس میکنم که
وقت تمام یک محورهای بزرگ اقتصادی و معیشت و چرخش مملکت بازار هستند. وقتی بازاری نباشه و بازار کسی نتوانه بپروشه، نتوانه خرید بکنه، بالاخره جهش تورم به آنقدر زیاده که امروز یک قیمت، فردا دیگه قیمت، پس فردا دیگه قیمت. خود دکاندار چگونه میتونه کاسبی بکنه؟ مصرف کننده چگونه میتونه بخره؟ بالاخره زندگی را مشکل کرده است و ایرانیان واقعا ملتی که میگیم خوبی است صبر کرده و به پول روز به روز از ارزش میفته، روزانه از ارزش میفته در مقابل ارزهای خارجی. و اول ملت ایرانه، دوم ملت ایران، سوم ملت ایران. شما اینا بعد مشکلشون حل بشه. ما پول ثابتی باید داشته باشیم، با تحریم ها مقابله بشود. یکی از مسئولان می گفت که عجیبه، گاهی حرفای بعضی میزنند که تعجب آور است، که گفت هنوز از من نخواستن که من در رابطه با تحریم ها اقدام کنم و تلاش کنم. بابا کسی شما را بگه یا شما خود تو مسئولی؟ شما میدانی که توی کشور چه میگذرد؟ 20 سال تحریم، چه خبر؟ شاید قرار نبوده که همیشه ملت ایران توی تحریم باشه و مدیریت کنه. شما این تحریم را بشکنید. چگونه میشکنید؟ میگفتن که آقا این تحریم که آمد بسیاری گفته که تحریم برای من، گفته تحریم نعمته. همین الان بعضی حرفای میزنن و مردم میفهمن این حرفا را. مردم ایران تحلیل میکنن، کشاورزان، چوپانها و روستایی که توی بیابان نشسته همه چیز میدانه، میشنود. اغلا خدا به همه داده. او بابا تحریم چگونه نعمت؟ ولی تحریم برای یک سری افراد فرصت بود، نعمت بود که سرمایه های کلان جمع کرد. نفت بردن، نفت ایران برده فروختند، یا بر نگردانیدن پولش را یا یک چیزی برگردانیدند و بالاخره اونهایی که میگفتن نعمت، همونا بیشتر سوء استفاده کردن، همونا بردن. برای عده‌ای که کشتی بخرن، نفت ببرن، برای عده‌ای که به نفت بردارن که ما دور میزنیم. دور زدم به بر نگشتند و ارتبا. اگر برگشته چیزی به ارزش برگشته. و بالاخره تحریم 20 سال، تحریم 1 سال شکننده، 2 سال شکننده. هیچ کشوری بدون کشورهای دیگه، بدون دنیای دیگه نمیتونه زندگی کنه. این زندگی همه با یک دیگر زندگی، همه انسان ها با هم درگیر. الله راه را گذاشته، راه دریا گذاشته که شما از راه دریا با هم معاملات داشته باشید. هوا را گذاشته، زمین را گذاشته، کوه هست در وسطشون راه گذاشته که از این کوه شما رشته کوه از این راه عبور کنید. و اینها همه برای ارتباطات هم. مگر میشه بدون ارتباط به دنیا زندگی کرد؟ زندگی سخت میشه بدون ارتباط. و لحظه اینها زمینشون فراهم. و روی این امروز این اعتراضی که الان بلند شده توی بسیار شهرها، این اعتراض واقعا حق قانونی مردمه که مردم میتوانند اعتراضات مسالمت آمیز داشته باشند. تخریب نکنند و نقصان نرسانند
ولی اعتراضات مسالمت آمیز هم در قوانین بین المللی چیزی که تسلیم شده و در عرف جهانی موجوده، در قوانین جهانی موجوده، تسلیم شده و هم در قانون اساسی خود ایران. قانون ما هم این از بندهای قانون است که اعتراضات حق مردمه، حق اعتراضات مسالمت آمیز حق مردم، قانونی مردم. حالا این روزا هم بعضی بالاخره میگویند از مسئولان که اعتراضات حق شماست. گذشته این حرفا نزدم ولی الان این بار میگویند که حق مردم است و نه علما میتوانن منع بکنن، نه مسئولان میتوانن منع بکنن، نه کس دیگه از اعتراضات مسالمت آمیز. اعتراضات مسالمت آمیز به معنی فریاد زدن مشکلات خود. بازاریان اول که تهران شروع شدم، تهرانی‌ها کسی بودن که در طول این مدت هم هماهنگ بودن با حاکمیت، با دولت و بخش بزرگی از سرمایه کشور از همین مالیات بازاریان هست، کسبه است، مغازه‌داران، دکانداران هست و فروشگاه ها و صنعت و حالا این اعتراضات ها همین طیف شروع کرد که های اب دیگه نمیتونن و سرمایه را از دست دادن و مشکلات مواجهن. و توصیه ما به کسانی که در کشور ما، در سطح مملکت ما اعتراض دارند، اعتراض قانون حق برای اونها گذاشته است، از این حقشون میخواه استفاده بکنند، توصیه معنی که اعتراضات مسالمت آمیز باشه. تکبیر! و توصیه ما به ماموران آنه که به هر حال معترضان را نزنند و همه مردم، همه ما ملت ایرانیم، مردم کشوریم، همه ما با هم برادریم و ما یک خانواده هستیم. ایرانی، هر کسی ایرانیه، همه یک خانواده ایرانیه. ما یک خانواده باید بر یک دیگه ترحم داشته باشیم، باید بر یک دیگه مهربان باشیم، بر یک دیگه شفقت داشته باشیم، دل من بسوزه و به یک دیگه نقصان نرسانیم و ضربه نزنیم. بله شکایت داریم بفرما و اعتراض داریم بگیم، ولی به هر حال نقصان نرسانیم. و مامورین هم که مامورین فرزندان خود ما هستن، خود ملتان، بالاخره رعایت مردم بکنند. این گرسنگی تنها برای مردم نیست، تمام کارمندان دولت. ببینید تم معلمینن، بعض نشستان شاغلینن، فرستاران و دیگر طیف، همه اونی که اعتراض میکنه هم گرسنه، اونی که نمیکنه و صبر میکنه هم گرسنه، همه گرسنه. حالا گذشته طیف فقیر و تنگدست یک طیف خاصی بودن، الان او سرمایه داران اکثرا هم گرفتار شدن که میگه پول نیست، آقا کسب و کار نیست، آقا زمین معامله نمیشه، ماشین معامله نمیشه و هیچی به فروش نمیرسه. کسی گفت که من جادو کردن، من سحر کردن که هیچ کسی از من چیزی نخره.
نه ماشین به فروش میرسه، نه زمین، نه فلان. بابا شرایط الان اینطوره، جادوی نیست. بله. و به هر حال الله تعالی خیر بیاره. و من توصیم به مسئولان امر آنه که به هر حال این ملت قابل درک، فریاد ملت قابل شنیدن هست و مردم که همه ما در میان مردم مواظب مردمیم و خودمان توی همه زندگیم همه گیر کردن توی زندگی و آقا توی خانه ها مواظب میکنیم که آقا علی شرایط اینطوره و نخرید هیچی صرفه‌جویی کنید. ولی و علا آخوندها و ملاحق بیشتر واعظ بلدند به این قسمت، روایتی و آیاتی بخونند از شما، ولی بالاخره حالا وقتی که مجبوری میشه زبان همه دراز میشه برای واعظ کردن که پول نباشه بدن. ولهذا توصیه ما به مسئولان اینه که این ندای ملت دریابند. فکر اساسی، فکر بلند و ایک سبد کالا مثلا سبد کالا بدند و فلان بدند و آقا این نه، این مال فقراست، این به درد هیچ کسی نمیخوره. این فکر اساسی دولت ها و حکومت ها باید فکر ژرف بردارن، فکر بزرگ بردارن و پول تثبیت بکنید، پول برگردانید. بله. ولهذا حرف مردم و ندای مردم، ببینید که مردم چی میخوان. بله. ما دستمون چیزی نیست ولی دل ما خیلی میخواهد که اگر این دست بنده چیزی بود و این الله تعالی این دست من میده، من به همه مردم هر چی که مردم میخواست همون اجرا میکرد. ببینید که چون این همه مال همه ملت ایران عرفان از لحاظ قانون بین المللی و همه چیز تا حالا که آمده اینجا با همین نظر مردم و رای مردم بود. آیده مردم رو ببینین که مردم چی میخوان، همونه که میخوان، همون درسته. رای مردم ملاکه، نظر مردم ملاکه و شما ببینید مردم چی میخوان. هیچ سیاست مداری توی دنیا دولتی و غیر دولتی نظر خود را تعمیل نکنه. نظر مردم بینه، مردم ایران جمهور مردم چی میخواهن و ما تن بدیم به همون، رضامندی الله تعالی به همونه. الله تعالی توفیق عنایت کنه و موفق. یک توصیه به همه مردم ایران دارم و اینه که ببینید همه چیز دست پروردگاره، همه چیز دست خدا است. خدا را فراموش، تمام این نعمت‌ها وجود شما، نعمت‌های مادی شما، نعمت‌های معنوی شما، همه و همه از جانب الله. شما از خودتون چیزی ندارید، اما چیز مردم، ملت ایران، ملت دنیا، همه چیز از دست خدای، عنایت خدا. خدا را فراموش نکنید، خدا را یاد بکنید و استغفار کنید و از گناه همه ما معافی بخواهیم و به خدا متوسل بشیم، به نامهای الله مستقیم خدا را صدا کنیم. مستقیم خدا را صدا بکنید، خدا به صدای شما رسیدگی میکنه. و از تک تک زن و مرد این میخواهم که استغفار کنید.
از الله معافی بخواهیم، چرا که همه ما نسبت به الله تعالی کوتاهی داریم، همه کوتاهی داریم و دیگر خدا را صدا کنید برای همه مشکلات و حاجت‌ها. الله است که مشکلات را رفع می کند. و صلی الله علی سیدنا